سلام وطنداران عزیز، ایماقان گرامی، خسته نباشید. خدا کنه روز خوشی را و شب خوشی را گذشتانده باشید. ایماقان گرامی، امروز ویدیو جور کردن ما مقصدش این است که میپیچیم بالای مقاله آقای بارور. نجیب بارور یک مقاله گذاشته در فیسبوک یا در سوشال میدیا. اونها نوشتن که افغانستان دو تقسیم می شود. یک بخشش میرسه برای بیادران پشتون ما و یک بخشش میرسه برای بیادر تاجک ما. ایماقان گرامی، از شما من میپرسم شما در کجای جغرافیا قرار دارید؟ بفرمایید. میشه برای ما یک توضیح بدید؟ اگر توضیح دارید بفرمایید. ایماقان گرامی، هیچ وقت از خود نپرسیدید که شما در صحنه بیایید و پشتیبانی ملت خود را بگیرید؟ این قوم پرستی نیست. اگر بخواهید یا نخواهید در افغانستان قومتان در پشتتان نباشه شما هیچ چیز کرده نمیتونید. یادتان باشه افغانستان یک کشور است که قوما در پشت سیاست ها رول دارن. اگر قوم نخواه تو چیز شده نمیتونی. تاجکان عزیز من، کسانی که بالا نشستن، کلانه همون نخبه بالا، برای اونا گفتار داریم میگویم برشان. شما بار اول نیست که نام ما را از پدرالی خواه یا پدرالیزم حذف کردین. از نقشه پدرالی نام ایماقا را حذف کردین. این بار اول نیست. ما یک بار دیگه هم با شما مشت یقن شدیم. اگر می خواهید بارهای دیگه هم با شما مشت یقن شویم، ما هستیم اینجا، چرا که جغرافیا مربوط ماست. آقای نجیب بارور، افغانا خودتو میشناسن. 4 تا که چکچکی ها داری اونها را کسی حساب نمی کنن و منجی که از کجا میگیری اونها مردم خبر دارن. اوقا خوشم نباش این چیزا را که می نویسی. من فکر میکنم که با چیزای پلاستیکی جای نمیرسی. ما یک وقت در افغانستان بچه های فیلم پلاستیکی داشتیم، یادتان باشه، انیل کپور پلاستیکی، شاهرخ پلاستیکی، اما ایشون نیستن که. اما اصلی ها هستن، هنوزم زنده هستن. یادتان باشه ما فرزند اصلی این سرزمین هستیم. فرزند اصلی باختر، فرزند اصلی آریانا، فرزند اصلی خراسان، فرزند اصلی افغانستان. یادتان باشه تاجکان عزیز، شما تا که وقتی که این مردم که بدون گردنبند بیرون رفتن مثل که از پاچه مردم میگیرن، اینها را شما جمع نکنین، ما با شما جنجال داریم. بله، اگر تاریخی میگین بفرمایین، کتابایتان بفرمایین بیارید. اما شاهنامه که شما مینازین اونم مربوط ماست. در کجا شاهنامه در دنیا آمده است؟ اگر کدام تاریخ دیگه هم دارید اونم مربوط ماست. گپ واضح است. ما پدرالی افغانستان میشه یا نمیشه در مشکل نیست. بر ما مشکل نداریم. اگر پدرالی میشه ما نقشه خود را داریم. یادتان باشه آقای بارور، ایرات، بادغیس، فرا، غور و نصف پاریاب و نصف سرپل و دیگر ولایت هایی که ایماق نشین است، مثل قندوز، بادغیس، بغلان،
و اندراب ها، اینها جایای ایماق نشین هستند. ما اینجا را دوا داریم. دوا چی که ملک پدری ما است. اگر شما کدام جای این جغرافیا ملک پدری تان هست، همونجا را صاحب شوید، همونجا را در نقشه خود بیارید. اون جایایی که من گفتم اینها مربوط تک تک مردم ایماق هستند. ایماق، ایماق، یادتان باشه. وقتی که شما میخواین که جغرافیا را خط پرتین، خب یادتان باشه جغرافیا ایماق را از فکرتان بکشین. ایماق نه تاجیک است نه کس دیگری است. ایماق مستقل است. ایماق از خود تاریخ داره. یک فرد ما در تاریخ 1000 سال عمر دارد. یک تاریخ ما دیگه نمیگم. اگر شاهان و ملکان خود را بسنجیم، از نفوس شما هم که زیادتر می شود. یک پردش ملک ایاس ایماق، بفرمایید. یک نامش بر شما کافی است که 1000 سال است. بفرمایید، برین مراجعه کنید در منبعی که دارید. و غوریان، فرزندان غوریان و باقیمانده سلطانان غور و سلطانان هندوستان، اینها بر ما شما را معرفی نکرده بودن. ما نمیدانستیم که بابای ما یک اولاد دیگه هم داره. اگر شما از خاطر از این دوا دارین، اگرنی دست از جغرافیای ما، از تاریخ ما، از مردمان ما دست بکشید. یادتان باشه جای خود را، منطقه خود را وقتی که در نقشه کشی میارید اونجا را بیارید، نه منطقه ما را. شمال، غرب شمال و مرکزی شمال، مرکزی افغانستان، غرب افغانستان و این جایایی که قطعاً زمین، اینها مردمان ایماق زندگی میکنن. بفرمایید کتاب ها را مراجعه کنید، باورنامه را بخوانید، دیگر کتاب ها را بخوانید. از پیش خود یک چیزی ننویسید که مردم خود را سرگرم نسازین. بس است. چقدر پایچه مردم میچسبید، چقدر تاریخ مردم میچسبید. شما نمیدانیم اصلیت خود را گم کردید، به اصلیت مردم دیگه میچسبید. من برایتان میگم تاجیک ازبک برادرن. جغرافیایش برین نگاه کنین، جایی که زندگی کردن برین نگاه کنین. ازبک تاجیک بین خود هیچ چیز پالوان شریکی مالوان شریکی ندارن. یک ملت دو زبان. اونم زبان تاجیکی هم 70% ترکی دارد. چرا در اصلیت خود نمیرین؟ چرا در جغرافیای ما و تاریخ ما دست میزنید؟ تاریخ غوریان، تاریخ ایماق خان برای شما رفت ندارد. تاریخ کروش، تاریخ کروش کبر بر من تو رفت ندارد. ما یک ملت دیگه ملت هستیم، یک مستقل ملت هستیم. بارور جان عزیز، اگر آینده هر چی می نویسی، جغرافیا نام ما، وقتی که قلم کش میکنی سر جغرافیا که ما رسیدی، قلمت استاد کو نام ایماق اونجا بنویس. نقشه کشی میکنی، ما نقشه خود را حالا کشیدیم، برای تصویر میذاریم. اون نقشه هاست که مال ماست. مال شما را گفتم میتونم. پروان بیشک تاجیک داره، عرب داره، ترک داره، هیچ مشکلی نیست. بدخشان تاجیک داره، ترک داره، ازبک داره، هیچ مشکلی نیست. اما طرف ما شما نیستید. اگه میگین که زبان فارسی
زبان فارسی پیش از نام تاجیک در دنیا آمده است. نام تاجیک را ترکا گذاشتن، نام ایماق هم ترکا گذاشتن. اگر کدام مشکلی دارین بفرمایید، در کتاب ها مراجعه کنید. این کتاب های جلی که امروز می نویسید یا 50 سال گذشته که از ایران هر روز 60,000 دانه کتاب آمده، افغانستان چی ازبکستان و تاجیکستان هم کتاب های جلی گرفته، پیش روی چشم مردم انداختن، یک تاریخ جله. اما از اصلیت خود شما را میخواه که یک طرف دیگه بکشانه. شما گنگس شدین. شما نه در سیاست نتانستین پیش رفته، نه در تاریخ. بذارید ما گفتگوهای دیالوگ اگر میخواهید بکنید بفرمایید. ولی حرفایی که شما می نویسید بالای سوشیال میدیا میذارید یا که در اکس میذارید، اونها جای را نمیگیرد. شما بسیار مردم از او در مقاله‌ای که نوشتین حذف کردین. اون مردم ها شما را نادیده میگیرن. میدونید شما را در قوم جوگی خطاب میکنه. شما از مردم هم بشنوین دیگه، نه که از سر خود کار کنید، یعنی از اشکم خود بنویسید. از آن بالا تا دست نویستان هر ملتی که در افغانستان هست توهین میکنن. چرا؟ شما با توهین کردن در دنیا آمدید؟ سوشیال میدیا را سیل کنید. غیر از توهین دیگه چیزی نیست. اگر من دروغ میگم بفرمایید نگاه کنید. نجیب بارور، قلم تا اگه در دست میگیری بدون نام ایماق قلم نگیریده دست. اگر حرف در دانت میگشانی میخوایی که بگویی بدون حرف ایماق باید حرف نزنی. چرا که 20 سال گذشته ما شما را دیدیم. پیش از 20 سال ما در کنار شما بودیم، دست داده بودیم، از اینجا بریدیم. الان ما چی کنیم؟ الان هم دست بتیم، دست چپ خود را بتیم که از اینجا ببریم، باز از تنه ببریم. لباس، پوشاک، هر چی که ما داریم در تاریخ برای شما بتیم، ما خود ما گوشه نشین کنیم. اما تو شدیم. نصف ایماق تذکره تاجیکی دارد. چرا؟ چرا که شما جل کردید در تاریخ های جل را آوردید انداختید، کتاب های جل را آوردید که انداختید در کنار در قشلاق های در منطقه های ایماق ها. اونها را شما را پکل پوش و دسمال گردن ساختید. یادتان باشه، من بر کلانای تاجیک ها میگویم، یادتان باشه ما اینجا هستیم. همون شیر است که میگوید پدر زنده نیست، پدر نیست، تفنگ پدر است هنوز. پدر نیست، شمشیر پدر است هنوز.